از خدا پدرشو بیامرزه، ملاحظه کرده. نه آقا، من رو همون 400 میخواستم ازت تخفیف بگیرم. میدونی که خانم فخرالزمان قبول نمیکنه ندادو که. خب این ورم حاجی قبول نمیکنه، من چیکار کنم؟ مهندس جان، مشتری دست به نخ تو بازار نیست، خدا شاهده. همه کس هم پول خرید همچین زمینه‌ای رو نداره. پول دست همه کس نیست، شما هم کوتاه بیاد دیگه. متوجهم، ولی دیگه حاجی دیگه من کارش نمیتونم بکنم. خب 10% نقد پای معامله بهت میدم. آقا حداقل بکن 15% رو قولنامه که منم بتونم حاجی رو راضیش کنم. چشم، تونستم اونم بهت میدم. الان خوب شد. 60 میلیارد رو قولنامه جیرینگی میده. 15% میشه 60 میلیارد نقد رو قولنامه جیرینگ. نقد؟ یه صلواتی بفرستین. الله صل علی محمد. مهندس از بابا وکالت داری؟ نه، من فقط کارت ملی دارم. نه دیگه، برای اینکه قولنامه امضا کنی باید وکالت داشته باشی. خب من فردا شب وکالت رو میرسونم به شما دیگه. خوبه؟ مرسی. آره. حتما با بقیه مدارک به دست من برسون که من بتونم کارهای اداریتم انجام بدم و زودتر محضرتو بذاریم. محضر کی باشه خوبه؟